بریسلبک با نام اصلی ریک وارل از منطقه به نام کویرت می آید. او از همان دوران جوانی یک مبارز سرسخت و ماجراجو بود که همیشه دنبال دردسر و جنگ بود. ریک وارل باور داشت فقط نبرد سخت می تواند قدرت واقعی یک مبارز را نشان دهد. او بیشتر عمرش را به عنوان یک مزدور سپری کرد. در یکی از مأموریت‌هایش مسئولیت محافظت از یک کاروان مهم به او سپرده شد. اما این کاروان در میانه راه به کمین دشمن افتاد و ریک وارل مجبور شد به تنهایی با تعداد زیادی از دشمنان روبرو شود. هرچند موفق شد کاروان را نجات دهد، اما آسیب زیادی دید. پس از این اتفاق ریک وارل تصمیم گرفت خودش را تقویت کند تا هیچ ضربه او را از پا در نیاورد. به همین دلیل به او لقب بریسلبک که به معنی جوجه تیغی است دادند. اکنون بریسلبک به نمادی از استقامت و شجاعت تبدیل شده. توانایی‌های او مثل پرتاب خار و مقاومت بالا او را به یک جنگجو افسانه‌ای تبدیل کرد.